خبرهای رادیوی آزادی را از روز دوشنبه 4 می من خیرامان بقازاده تقدیم میکنم. رهبریت بانک ملی تاجیکستان نو می شود. جمشید نورمحمدزاده همچون رئیسی نوی بانک ملی و جمالidدin نورالизода مуовини аввали раиси این بانک پیشنهاد شدند. جمشید نورمحمدزاده در گذشته در وظیفه‌های رئیسی بانک دولتی امانت بانک، مуовини وزیر مالیه و نایب رئیس ولایت سوخت کار کرده است. جمالidدin نورالизода داماد پرزیدنت تاجیکستان تا تعییناتش به بانک ملی مуовини аввали وزیر مالیه تاجیکستان بود. در جلسه مختصری معرفی رئیس نو گفته شد که رهبری پیشین این بانک عبدالجبار شیرینف به وظیفه دیگر گذشته است. خود جمشید نورمحمدزاده در صحبت کوتاه با رادیوی آزادی درباره وظیفه‌های اولین درجه خود در مقام رئیس بانک ملی چنین گفت: در جنگ‌های سوریه سفر رستمов یک ساکن 35 ساله کۆلоб کشته شده است. سرنوشتی همسر و 4 فرزند این خاندان که همراه رستمов در سوریه بودند معلوم نیست. پدر این مرد کشته شده خیرالله رستمов سابق فرمانده فرانت خلقی میگوید بعد دیدن عکس جسد پسرش به هلاکت او باور کرده است. به اطلاع پدر سفر رستمов همراه با همسر و 4 فرزندش در روسیه بود و تکثیرانی میکرد. درباره سال پیش به سوریه رفتن پسرش پدر از مقامات امنیتی آگاه شده است. در مجموع در سوریه حدوداً 300 شهروندی تاجیکستان قرار دارند که مقامات امنیتی مرگ 60 نفر آنها را تصدیق کردند. گروه نخستین 7 نفره شهروندان تاجیکستان از کشور nepal برگشت که روز 25 اپریل مرگبارترین زلزله را پشت سر کردند. تا امروز شمار قربانیان این زلزله حدوداً 7000 نفر، شمار مجروحان 14000 نفر را تشکیل می‌دهد. در میان قربانی ها 50 شهروند خارجی هم به قید گرفته شدند. در میان اولین شهروندان تاجیکستان که با کمک سفارت تاجیکستان در هند به وطن برگردانیده شدند، اهل عائله جورخان ممدوف کارمند سازمان جهانی مهاجرت هم می باشد که میگوید در لحظه های دهشت جنبش زمین در خانه خود همراه با یک خانواده تاجیکی دیگر سر دسترخوان می نشستند. زمین تا همین درجه سخت می جنبید که من در پا ایستاده نمیتونستم. چند بار حال دیدم، افتیدم. بعد اینا از خانه بچه‌ها، کودکان، از خانمم از خانه بیرون کوشش میکنن بیرون شدن، در راه در امو پیش در روز شدن نمیتونن، چون هم میمونا بودن هم اینا بودن. من میخوام برخیزم از دست اینا بکشم که بیرون شدن از خانه. با گفته ممدوف زمین حدوداً 45 دقیقه به ایست تکان می‌خورد و شدت لرزش چنان سخت بود که امکان در پای ایستادن وجود نداشت. بنا به اطلاع رسمی در نپال دستی کم 18 شهروندی تاجیکستان باقی میمانند. سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه زلزله شدیدترین در نپال در 80 سال اخیر از 28 میلیون اهالی این کشور 8 میلیون نفرشان آسیب دیدند و 2 میلیون نفر به خیمه و آب و غذا و داروواری نیاز دارند. بعد یک روزی بازداشت، قرغیزستان 3 افسری آژانسی ضد مواد مخدر تاجیکستان را بر عوض رهایی 2 ساکن روستای قره‌باغ از سوی مقامات سوخت آزاد نمود. روز دوشنبه آژانسی نظارت بر گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان گفت پرونده مربوط به قاچاق 180 کیلو سیماب در مرز را که باعث بازداشت 7 شهروند کشور از جمله 3 افسر آژانسی شده بود به اختیار کمیته امنیتی ملی قرغیزستان واگذار کرده است. خوشنود رحمت‌الله سخنگوی آژانسی 3 می به رادیوی آزادی گفت تصمیمی به اختیار قرغیزها دادن این پرونده بعد از مذاکرات جانب‌ها گرفته شده است. قضیه قاچاق 180 کیلو سیماب شام 30 اپریل در مرز تاجیکستان و قرغیزستان رخ داده. در آغاز مقامات قرغیزستان شهروندان تاجیکستان را به دزدی یا اسیر گرفتن 2 ساکن روستای قره‌باغ ولایت بادکندی هم مرز با اسفره متهم کردند. تحقیق حادثه ادامه دارد. در دوشنبه آزمون صاحبکاری اجتماعی نتیجه گیری شد که در آن 85 داوطلب اشتراک کردند. این آزمون از جانب پژوهشگاه آمریکایی سینرگاس و بنیاد آقاخان برگزار شد.
و 9 جوانی با استعداد را چون مؤلف لایحه‌های بهترین پیروز اعلام کرد. یکی از آنها محمد جان عبدالواحد دانشجوی فاکولته فیلولوژی دانشگاه کۆلоб است که می‌خواهد در زادگاه خود برای دانشجویان و جوانان محلی کتابخانه الکترونی را در هوای باز تأسیس دهد. باور دارد که تشکیل کتابخانه در هوای گشاد شوق کتابخوانی جوانان را بیشتر می‌کند. و من امروز در صاحب‌کاری اجتماعی برای جوانان کردستان اشتراک نمودم و در اینجا واقعیت را به دست آوردم. نام لایحه پیشنهاد کرده من کتابخانه الکترونی در صحرا، یعنی که در باغ دانشجویان کۆلоб برای دانشجویان است. محمد جان عبدالواحد که برای تأسیس کتابخانه خود از تشکیل کنندگان آزمون کمک پولی به بازگشت گرفته است، میگوید بعد 2 ماه کاری رایگان این کتابخانه با حق خدمت اندک کاری خود را ادامه میدهد و به یک مؤسسه خودکفا تبدیل خواهد شد. هدف اصلی اعلان آزمون صاحبکاری اجتماعی بالا بردن دانش‌های تجارتی و کاهش سطح بیکاری جوانان تاجیک میباشد. و برای دریافت اخبار و ویدیوی بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و همزمینه رادیوی آزادی برای تلفن همراه مراجعه کنید.